حدیث نمبر 22. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثر الدعاء. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقرب ما یکون العبد من ربه، بسیار قریب وقتی که می باشه یک بنده به پروردگارش کدام وقت است؟ و هو ساجد، در حالی که او در حال سجده باشه. یعنی وقتی انسان به الله سجده میکنه به الله متعال بسیار نزدیک می باشه. فاکثر الدعاء، پس در حالت سجده بسیار دعا بکنین، چون در این وقت دعا قبول میشه. پس از این حدیث ما و شما یاد میگیریم که انسان مسلمان وقتی میخواد به الله نزدیک باشه نماز بخونه و زیاد سجده بکنه، و در وقت سجده چون انسان به الله زیاد نزدیک میشه دعاش قبول میشه. باید در این وقت انسان چی کنه؟ دعا هم بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.